خوشبختانه آثارخانه ملی تاجیکستان در آوان پر افتخار استقلالیت ملی افتتاح شد و در فاند آثارخانه ملی تاجیکستان کلکسیای میراث خطی همه ساله تکمیل داده می شود و کلکسیای میراث خطی اساساً از 4 بخش اساسی عبارت است که بخش اولی آن کتاب‌های دست‌نویس و بخش دوم کتاب‌های چاپی سنگی، همچنین یک بخش مهم آن را حجت‌های تاریخی تشکیل می‌دهد. در این بخش اساساً حجت‌های تاریخی در قرن‌های 17 تا آغاز عصر 20 جمع آوری شدند و این نوع حجت‌ها اساساً در حالت پراکندگی قرار دارند، یعنی یک ورق، نیم ورق، یک و نیم ورق گوناگون نگهداری می شوند و اینها در یک شکل مجموعوی قرار ندارند، یعنی هر یک حجت علاهیده رقم گذاری شده است و هر یک حجت علاهیده ارزیابی می شود همچون اشیای تاریخی. ولی خوشبختانه در این کلکسیه یک نسخه دیگر قرار دارد که آن مجموعه این نوعی حجت ها هست. این نسخه مجموعه هست که در آن زیاده از 327 نوعی حجت های تاریخی که در میان مردم در عصرهای 17 تا آغاز عصر 20 مورد کاربرد قرار داشتند جمع آوری شده است. و مهم آن است که در این نسخه از جانب کاتب نوعهای حجت ها با عنوان و فصل‌های مخصوص خود دوره‌بندی شده است، تقسیم بندی شده است و در این قسمت ما می‌بینیم که در فهرست موضوعی این حجت‌هایی هستند وابسته به نام‌های گوناگون. مثلا حجت‌هایی که در دوره‌های گذشته با نام سجلات استفاده می‌شد و یا اینکه چک‌ها. امروز وقتی که ما به یک دکان داخل می‌شویم و پس از خرید برای ما چک می‌دهند که این چک اصلش کلمه تاجیکی چک هست که در قرن‌های گذشته این نوع حجت پس از معاملات پولی یعنی داد و گرفت می‌شد. و مهم آن است که در این نسخه این گونه حجت‌ها نمونه‌هایشان قید شدند. حجت‌های تاریخی از 3 قسمت اساسی عبارت بودند. قسمت مطلع که در آنجا با عباره عربی نوشته می شود که دانشمندان حوزه‌های حقوقی مثلا بخارای شریف وابسته به این دعوای فلان نفر شهروند از فلان منطقه چی اندیشه دارند. سپس متن مفهومی دعوای این شهروند ذکر می شود و در قسمت سوم باشد خلاصه قاضی و یا قاضی القضاتی که در اون منطقه یعنی دارای مقام حقوقی بود از جانب حکومت دور، یعنی همچون قاضی فعالیت میکرد. و مهم آن است که در آخر این حجت ها مهرهای قاضیان و مفتیان زده میشد که این هم یک معلومات تاریخی برای ما حاصل میکنند. در داخل این مهرها نام قاضی و پدر قاضی و همچنین بعضا اشعار فارسی با یک سبک زیبا در اطراف مهرها یعنی حکاکی میشد که در اثنای مطالعه این نسخه ما نه تنها وابسته به حجت‌ها
بلکه وابسته به انواع نام‌های این گونه حجت‌ها معلومات پیدا کرده می‌توانیم و همچنین شخصیت‌های تاریخی نیز در این نوع حجت‌ها نام و نسبشان قید می‌شود و همچنین در میان این نسخه‌ها دعوا و مراجعت‌های شهروندان از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان امروزی یعنی جمع‌آوری شده است. مثلا در اینجا ما یک حجت از عبدالله حصاری می‌بینیم که در آن او وابسته به درخواستی پول خود از یک نفر با نام محمد درویش دعوا کرده است به قاضی که پولی مرا باید بر بگرداند اما بر نمیگرداند. پس قاضی القضات وابسته به این چی حکم میکند؟ این گونه حجت ها در یک نسخه جمع آوری شدند و این نسخه بسیار اهمیت علمی، تاریخی و حقوقی دارد. از این طریق می توانیم دایره های گوناگون حقوقی، دوره های گوناگون ملت تاجیک را معین سازیم. و مهم هم آن است که زبان نوشتاری این نوع حجت ها زبان تاجیکی ناب تاجیکی هست و این هم افتخار بخش است برای ما که چنین نسخه ها در آثارخانه ملی نگهداری می شوند و یک معلومات دیگر را می خواهم درج سازم که در قسمت آخری حجت ها یک خطبچه قید می شود که در آن وابسته به کتاب هایی که مورد کاربرد قرار داشتند در دربارهای شاهی همچون سرچشمه های حقوقی عنوان این گونه سرچشمه ها قید می شود و همچنین عباره های کامل، جمله های کامل از این سرچشمه ها در این حجت ها قید می شود که فلان نسخه در فلان کتاب وابسته به این مسئله چنین بهاگذاری شده است و در پشت این نوع حجت ها چگونه که قید کردیم با مهر تصویب می شود و این حجت یعنی ارزش حقوقی پیدا می کند.